دوستان عزیز، من فهمیده نتوانستم که این دخترک از آن طرف تور است یا از این طرف. شما چی فکر دارید؟ سبحان الله، انسان با 6 انگشت، آن هم در پنجه برعکس. عجبا، انسان با پای لکلک. من 5 انگشت دارم، اما با وجود این نمیتوانم که این چوبچه ها رو مثل این دخترک داره کنم. ببینید که با دست اسامونند، یعنی با دست همچون چوبچه که انگشت ندارد، چنین با مهارت چوبچه را اداره میکند. در حیوانات هم ترقیات شده ایستاده است. ببینید که یک سگ دیگری را اداره میکند. وای، یا این قفس خیلی خرد است یا این جانوران خیلی عظیم جثه هستند که از داخل این قفس برآمده نمیتوانند. دلم با آنها سوخت. حتما این زولانه یعنی دستبندها به این پرنده مو خیلی معقول شدند که نمیخواهد قناتهای خود را از این دستبند جدا کند و آزاد شده پرواز کرده رود. وای، گویا خرگوش ریش تراشیده ایستاده باشد، در حالی که تمام بدنش از موی است. دوستان عزیز، اگر نوار پیشتر را دیده باشید، قبیله بود که آنها گوشت آدم میخوردند، اما ببینید که در بین پرنده ها هم آنها به هم نوع خود رحم نمیکنند و گوشت آن را میخورند. این جانوران را ببینید، در زیر بحر آتش روشن کردند. معجزه. عادتا سیگار کشان با دهان سیگار میکشند، اما این مرد را ببینید که با بینش سیگار میکشیده است. و فکرم سازندگان فیلم موش و گربه تا حال از قانون جاذبه خبر ندارند. عجبا، قهرمانان فیلم موش و گربه عادتا به لباس میگشتند، اما این قهرمان نوبتی ما در داخل حمام، فقط در داخل حمام از به لباس بودن خود خجالت میکشد. چرا در بیرون چنین نیست؟